قاعده 126 تعریف مرگ و باز بودن دفتر اعمال بعد از مرگ را بدانیم. تعریف مرگ بفهمیم که مرگ چی هست. خب مرگ ما و شما میفهمیم که علما میگن که در لغت ضد حیات است و در اصطلاح جدایی روح از جسد است، یعنی انتقال روح است از عالم فانی به عالم برزخ. این مرگ میگن، فقط انتقال است. کل نفس ذائقة الموت، هر صاحب نفس مزه مرگ میچشه. دفتر اعمال به دو شکل بعد از مرگ باز میباشه. یکی انسان‌های با تقوا هستن که 3 صفت دارن، از اونا دفتر اعمالشان. مثلا هر انسان که است فایل میگن یا دوسیه میگن یا دفتر میگن، هر چی که میگن، این دفتر اعمال انسان که روزانه اعمال زیده نوشته میشه. بعضی کساست که مجرد مرگش آمد دفتر اعمالش بسته میشه، برده میشه، گذاشته میشه و در روز قیامت محاسبه میشه. با مرگش دفتر اعمالش چی شد؟ بسته شد. دو طایفه مردم هستند که دفتر اعمال از اینا بعد از مرگشان هم چی است؟ باز است. از یک تعداد دینداراست، یک بخشش بیدینا هست. در دیندارا شخصی که 3 صفت داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی یک کسی میمیره انقطع عنه عمله، اعمال ازی قطع میشه. الا من 3، سعی کنین صدقه جاریه، علم ینتفع به، علمی که از او منفعت میگیره، او ولد صالح یدعو له. پس اگر یک نفر صدقه جاریه میکنه، صدقه جاریه چی مانه؟ یک نفر از این میزار رو جور کرده، این میز جور کرده، این مسجد جور کرده، حلقات درس جور کرده، یک کار اسلامی کرده. پس اگر این شخص میموره، اینمی صدقه ازی که هر روز شما از این میز استفاده میکنین و هر کسی که می سر از این میز درس میده، سر از این چوکی میشینه، اینی مسجد مثلا عبادت میشه. اگر همی کسی که مسجد جور کرده و کسی که میز ساخته، کسی که حلقه درس ساخته، اگر بموره هم تا وقتی که اینمی حلقه درس است و اینمی هست، این به نام صدقه جاریه هست. یعنی کارهایی که از او مردم بعد از مرگ ازی استفاده میکنن، مسجدش استفاده میکنن، مدرسهش استفاده میکنن، سرک پل ساخته از پلش استفاده میکنن، کدام جای چا مردم آب نداشته چا کنه. از این خاطر اکثرا مردم های دیندار در کشورهای عربی که هستن یا صدقات موقت هیچ ندارن، اکثرا که سایلشان کنی صدقه جاریه میتن. مثلا تو نمیکنن که برای یتیم 50 روپیه بدن، بلکه او یتیم میبرن دارالایتام، برای دارالایتام میگه که من مصارف از یتیم میتم، توی چی کن؟ تعلیم و تربیتش کن. کتاب میخرن به دارالایتام، کتاب میگیرن برای مساجد، یعنی چیزایی کارهایی که دوامدار باشه. پس بعد از مرگ از این همین چیز میرسه. دوم کسی که چی میباشه؟ علمی که از آن منفعت گرفته میشه. یعنی شما درسای عقیده رو یاد گرفتین، حالا میرین امی درسای عقیده رو در منطقهایتان، در قریه‌تان، برای اولادتان، برای فامیلتان، برای زیاد چی میکنین؟ میرسانین. تا زمانی که از علم شما منفعت گرفته میشه، الله بر شما بعد از مرگ هم امی اجر و پاداش میده. و سومی است که یک نفر اولاد خود با عقیده درست تربیت کرده، با تقوا تربیت کرده. بسیاری کسا خودش میده درس، بیادرش مثلا اولادش از 8 ساله، 7 ساله، 10 ساله، او را اعلام میکنه. خودش که مرد و اولادش عقیده خرابه برش، دشمنای اسلام از طریق
فیسبوک و از طریق اینترنت و از طریق کامپیوتر و از طریق نه، در حلقات درس اما خورده هم باید بریم تا که او اولاد چی شود در مغزش بشینه. پس اولاد صالح هست. قسم دوم گناه های جاریه هست. این انسان های بدبخت، بخش دوم کسایی هستن که گناه های جاریه دارن. اینال گناهی کرده که یک نفر زنا کرد ختم شد، وقتی که میمونه دفترش بسته شد. یک نفر شراب خورد خودش دفترش بسته میشه. یک نفر یک گناه دیگه کرد. بعضی کسایی هستن که اسباب و وسایل گناه های جاریه را جور میکنن. مثلا یک نفر یک تلویزیون میسازه که در اون تلویزیون از اول تا آخر کلش فحشا و منکرات است. روزانه از تلویزیون ازی 10 میلیون نفر استفاده میکنن. پس روزانه برازی اگر یک رقص نشر میکنه، یک رقص ازی ضرب 10 میلیون میشه. این از رئیسای تلویزیون است. بدبختی کسایی که تلویزیون میسازن، کسایی که سینما میسازن، کسایی که کلیپ های رقص میسازن، یرحمک الله، بدبختی از اینا در چی است؟ که از یا گناهشون یکی دو نقص دارن. فهمیدین؟ یکی گناهشون یک کلیپ رقص ساخت 10 میلیون نفری را دید. پس یک ضرب چند میشه؟ ضرب 10 میلیون میشه. پس رسانه ها خطرش دمی است که کسانی که در رسانه ها کار میکنه، اگر یک کار خیرم کردی ضرب امو اندازه نفرای میشه که از استفاده میکنه، و اگر عمل شر کردی، گناه کردی، کلیپ رقص جور کردی، فیلم مبتذل فساد جور کردی، مردم به شرابخوری و زنا و ایگپا تشویق کرد، اینال تا زمانی که این مجرد که نشر میشه به اندازه نفری که نمیبینه، برای از رئیس تلویزیونش، برای نمی فیلم ساز، برای نمی مدیرش، به کسایی که دمیجه هستن، این گناه ها داده میشه. و بدبختی از بعد از مرگ چی است که امی رئیس تلویزیون، امی فیلم بردار، امی آوازخوان، امی کسی که بانک های سودی ساختن، بانک تاسیس کرده جور کرده، بالاخره این نفر والا فلانی نفر این یک بانک سودخوری جور کرد، خودش موترش تکر کرد، مرد، بانکش هست. تا روزی که در این بانک معامله میشه، این گناه ازی برازی چی میشه؟ در دفتر اعمال ازی گذاشته میشه. من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و یک نفر یک کار نیکه، یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش شده بود، این دوباره او را احیا کرد، پس برازی اجر داده میشه و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. و من سن سنتا سیئه، کسی یک روشی، منظور از سنت پیغمبر نیست، یک روش زشت را در بین جامعه ترویج میکنه، چی موسیقی باشه، چی رقص باشه، چی قطعه‌بازی باشه، چی آل بسیاری. مثلا یک نفر است همین کمسایی سابق که کمسایی چی منداختن، همین قمار میزدن، حالا همون دانای کمسایی را لدو جور کرده. پس همین کسی که لدو را جور کرده، همین سازنده از این لدو، اگر روز 1 لک نفر لدو بزنه، بر از این لدو ساز 1 لک عذاب میرسه. و اگر این موترش تکر کنه، بگه که مخترع لدو مردار شد، مرد. تا روز قیامت که لدو دمی موبایل ها هست، بر از این جزا. یا شما از اطراف آمدین، مردم اطراف لدو رو نمیشناسه، شما آمدین لطف کردین لدو رو بردین در بین از اونا، در قریتان رواج دادین. همین مجرد که لدو نشر شد، موتر زدت مردی. تا روز قیامت که در قریه همین گناه میشه، فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. تا روز قیامت همین عذاب برسید. چقدر بدبخت است یک انسان که
کاری بکنه که 1,00,000 نفر گناهش در فرق قضی برسه. یک کار بگو که در روز قیامت یک نفر بینماز است، بیای صدا کنه که دستکدگی باشد طرف دوزخ میبرید. یک کسی بگه یا پروردگار من نماز نمیخواندم، من عقیده درست نداشتم، من می بنده برای من میرای حق نشاند، پروردگار می بیچاره الله شفاعت از رو در حق تو قبول بکنه. عقیدهش جور کردی، نمازش جور کردی، عبادتش باشد. اما بعدا به حال کسی که 1,000,000 نفر در صفش از صاحب رئیس تلویزیون بود، من هیچی خواندن خبر نداشتم، من خانه خراب سبب شد که من در دوزخ برم، پروردگار من را میبری ایرام کتم کشش کنم. یعنی بعضی اوقات است، بعضی گناه هایی است که ما و شما بی تفاوتی میکنیم. دکاندارا هست لباس های چسب و خراب میارن و در بین مردم رواج میکنن. مغز تجارتی خود در چی استعمال میکنن؟ در منفی. هیچ کس لباس های چسب ترکی رو نمیفهمید، رفت صاحب برزم لباس های چسب منی جوب آورد یخنا باز تا روزی که لباس ها رواج پیدا میکنن، این کسی که تجارت رواج داده برش عذابش میرسه. اگر 100 تا زوپیران پوشیده شد 100 گناه برزی هست. چرا تو چی کردی؟ یک روش سیئه را ترویج ساختی در چی؟ در جامعه. بسیاری مردم مثلا لباس های تنگ نمیفهمید، پتلون های چسب نمیفهمید، یکان تاس میرسه بزن پتلون های چسب بر زن ها میره، بر جس برشان میره. بسیاری بابای اولادا هست برای خانم خود میره یک دارن چسب میخره، باز خانم خودم میگه خانمش یه صاحب میرا که میره کاسیات و ناریات و مائلات و ممیلات، او زن خود دوز جنت داخل نمیشه. او خود گفتیم مولوی صاحبای چیز میگفتن میبدده بیرده خو غرق است، کشتی از او غرق شد، بیرده کشتی شوارش هم غرق است. چرا آیت قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. انسان مسلمان باید متوجه دختر خود، پسر خود، اولاد خود، خانم خود، خواهر خود، مادر خود باشه در لباسش. پس این گناه های جاریه است. این تا روز قیامت یک نفر یک کتاب نوشته میکنه، کتابش کتاب فحشا و منکر است. شعرش بخوانی به زنا دعوت میکنه، شعرش بخوانی به شرک و کفر دعوت میکنه. بعض شاعرها هستن شعرهایشان کفری هست، شرکیات است، دعوت به زنا و دعوت به گناه ها هست. پس تا روزی که کتاب در بین مردم هست، برای مؤلف از این گناه نوشته میشه. کوشش کنین در قلمتان، در زبانتان، در نوشتهتان بسیار احتیاط کنید. خصوصا این گناه های جاریه بسیار خطرناک است. یکی گناه های فردی هست، یکی گناه های اجتماعی هست. گناه های فردی ضرب یک میشه، قاعدهش هست. گناه های فردی ضرب یک میشه. گناه های اجتماعی ضرب تعداد کسان میشه که از این گناه استفاده کرده. کوشش کنید از گناه های اجتماعی خود نگاه کنید. و گناه های جاریه ضرب کسان میشه که این گناه را تا روز قیامت انجام میده. خودش مرده گناه برای چی میشه؟ نشته شدن میره. یک وقت میخید که خواندن تا 60 میلیون نفری ده. ولی خوب است نه؟ شما آدم اینترنت سرچ کنین، یگان خواندن سیل کنین، نشته است اینی رقص فلانی رقاصه را 60 میلیون نفر دیده. در پالوگه که در زیرش نشته میشه اینی درس فلان استاد است، 1,00,000 نفر ایره دیده. بعضی همین استادای عرب که هستن درسایشون اکسایی کنین، از ما بیچاره رو یک 20 نفر 15 نفر میبینن، مادم هم خفه نمیشن، به خاطر ازی که میگن نه یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. رسول الله صلی الله علیه و آله به علی رضی الله عنه گفت که اگر یک شخص هم توسط تو هدایت شوه، عقیدهش درست شوه، اعمالش درست شوه، خیر لک من حمر النعم. وقت حمر النعم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم
به کاروانهای تجارتی اطلاق میشد. مثلا یک نفره که خوب دو وقت پیسه دار می بود، عثمان رضی الله تعالی عنه مثلا بزنسمن و میلیونر بود دو وقت. چی داشت؟ حمر النعیم داشت. حمر النعیم چی بود؟ یک قافله داشت در بین از او 1000 دانه شتر سرخ بود. حمر النعیم همون شترهای سرخ سرخ بود، کوپانای کتا کتا، خوب آمد مثل حالا که کانتینر هست نه؟ حالا یعنی در عصر امروزی اگه برات بگم میگه اگر یک نفر تو به طرف راست توسط تو راهنمایی شوه و عقیدهش جور شوه و اعمالش جور شوه، این بهتر است از این که تو 100 دانه طیاره تجارتی داشته باشی. فکر کو یک نفر 100 تا کشتی در بحر هند تجارتی داره یا 100 طیاره داره و برش میلیاردها میلیارد دلار میرسه. رسول الله میگه از میلیاردها میلیارد دلار کده برای تو چی است؟ این یک نفره که توسط تو هدایت میشه. پس گپ سر از است که اعمال اجتماعی که است یگان وقت از زیاد مردم استفاده میکنن. یک شیخ است بدعتکار است، خودش خود در بدر است، در روز قیامت سعی کنی که مریدایش از پشتش میدن. بیا که ما را در این بدعت ها مبتلا کردیم، ما چقدر بر تو پیسه دادیم، استای تماش کردیم، پای تماش کردیم، پیش از این که ملائکه عذاب را لغت مالش کنن. اما شخص های را که در این بدعت ها مبتلا کرده او این لغت مال میکنن که پروردگارا یوم یعد الظالم علی یدیه، میگه در روز قیامت روز است که ظالم یعد، عد عین داد، خب در عربی عد دندان کندن میگن. عد چی میگن؟ دندان کندن. یوم یعد الظالم علی یدیه، میگه روز قیامت روز است که ظالم دندان میکنه. این قسم چی میگه؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که میره دوست خود نمیگرفتم. کثافت، این بدعتکاره، این مشرکه، این کس که مرا به عبادت غیر الله تشویق کرد. دندان میکنه و میره میگه والله لیته که از کافران میگه که یا لیتنی کنت ترابا. این لیته که است، این علما میگن یکی لعل است یکی لیته. لیته میگه تقاضا یا تمنای چیزی که قابل امکانش نیست دیگه. ولیت الشباب یعود یوما، کاش که یک روز جوانی چی شد پس بگه. لیته گفته برو، جوانی رفت خلاص. وقتی که یه دفعه تختای شانت کف شد بازور که از دیگه برد خلاص استی. 100 لیته که بگی. و هم در روز قیامت باز کافران میگن که یا لیتنی کنت ترابا، کاش که خاک میبودم کنش. کافر در روز آخرت میگه کاش که خاک میبودم، مؤمن در دنیا میگه کاش که خاک میبودم. ابوبکر صدیق میگه کاش که یک سنگ میبودم در دیوار مسجد، کاش که یک شاخه درخت میبودم. با وجود از اینکه اونا چقدر تقوا و عبادت ایمان داشتن ولی از محاسبه قیامت میترسن.